نه برادران نگاه کن. کرانون را نگاه کن. گرفتی نکه کران؟ دیدی؟ ماشاءالله. یکم کران دادی؟ هم ما هجوم دادم کرو. بیتم. یکم کران نگیرد رفت. چخیل اکا؟ اکا چخیلی؟ کران نگیرفتی؟ هجوم کردی کران نگیرفتی اکا؟ چی گفتن یکم؟ گفتنیم که بچه ها بیاید ایجامت کنید چون نگیرید. خب اکا خدا نگهبان باشه اکا. دست دعا کن. اینا برادرو خدا خواهد این آدم دیگه که کرون گرفته سه این روزاش ده صبح سحر قدی ساعت 6 دا اومده یکم. ساعت چند اومد یکم؟ 6 ساعت. دیدی؟ چی گفتن یکم؟ بهترین. این یکم مبارک شود. این قرآن تحفه برادر مثلا بخاطر اومد تو روز جمعه را انشالله تا روزی بزرگ تا روزی بزرگ تو روزی بزرگ کدمی همین میوه حجامه یک قرآن انشالله با تجوید پدرکه کنه میشه خدا نگهبان تو. آمین. سلام علیکم. خدا نگهبان باشه اکا. اینا برادرو تپیدگی همه ما شما انتظار. این برادرو همش خوندنی و حجامه آمده اینا در خدمت حضرت شیخ اینجا. اصلا که پروفسور کلون اکا کلا تواردو. کازو کن در کار دیگه از کی شعر نره. امروز خروجی زیاد میشه. صف چکنه برادرو. پول در خدمت. حجامه گرفته؟ کتابتون هدیه کرده؟ ماشاءالله. با بیاین برادر ما همه شما رو انتظاریم همینجا. همه کسا سلام علیکم. حضرت شیخ اگون چی گفتنی؟ انشالله که طول هفته دیگه انشالله دوام میته تا روز بزرگ کدام که انشالله حجامه گرفتگی نیستین میتونم که بیاین انشالله با قدر امکان انشالله که در خدمتیم. بله. بان حالا که ما شما رو نیابان باشم. المهم که سلام علیکم. ای ماشاءالله اکا. اینه یکم رو ما حجامه کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر احمدیسان بیاینا ماشاءالله بهترین حجامه گیره با اینا پدرکش بهترین نعمت است. بله بله بله. قرآن کریم پدرکه. برای هم برادرو حرکت کنید دیر نمونید تا روز یکشنبه را ما شما رو انتظار. قرآن اولی هست. این اکا قرآن 300 تا قرآن است. تا روز یکشنبه را انشاءالله که برادرو حرکت کنید. خداوند نگهبانتون باشه. دقم دو کاکا. دقم دو. عقیب نمونید تا روز یکشنبه را حرکت کنید. خب باشه. اینا ما گفتیم پدرکه بهترین نعمت است. خداوند نگهبان باشه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان و برادران عزیز الله سبحانه و تعالی جمله مسلمانان که بیمار هستند اونها را الله شفای کامل و عاجل عطا فرماید و انشاءالله که طول یک هفته ما حجامه میگیریم در میکرورایون پیرومایه دوم 29 انشاءالله که در اینجا رقم ها را میبینین میتونن که انشاءالله که زنگ بزنین نی حضرت ها در خدمتن اکی مصلحدین و اکی بابا جان. علیکم السلام. انشاءالله که هر شخصی که حجامه میگیره برای اونها تا روز بازار یک قرآن کریم تحفه داده میشه. قرآن کریم و انشاءالله ما حرکت میکنیم که همین قرآن ها رو با واسطه اینستاگرام هر بیگاه یعنی با هر بیگاه حرکت میکنیم که درس بگذارانیم پراموی افیر و انشاءالله که از اولی سوره بقره میخونیم یک صحیفه ای و سوره های کوتاه تکرار میکنیم تا اینکه با همراه ما تکرار کنین خطاگی خودتون رو اصلاح کنین. و اون خاطر انشاءالله که هر شخصی که انشاءالله که ما مصحف تجویدیه یعنی مصحف التجوید قرآن تجویدیه به نهایت طرز خوندنش آسانه هم چشم نمیزنه. انشاءالله با دعا باشین خداوند برادرانی که بیمار هستن اونها را شفای کامل عاجل عطا فرماید و بعضی برادران گذشتن از دنیا خداوند اونها را داخل جنت الفردوس الاعلی بگردانه و برادرانی که بیمار هستن اونها را شفای کامل عاجل عطا فرماید و برادران خودتان احتیاط کنید که همین کرونا ویروس اوج گرفتگی یا اون کسی ما شما در این بیماری مبتلا نشیم. با دعا باشین انشاءالله که رقم ها در روی اکران و اینستاگرام ما رو در همین جای انشاءالله میتونین که بدروین ابونه شین و چی خبرهایی که باشه انشاءالله اینستاگرام دستاورس میمونیم شیم. السلام علیکم. این آیه قرآنه که خدا برادر پدرکه عینه و بهترین
خدا مبارک هزار شد. رحمت. خب بیا برادر. چی گفتن برای برادرایی که برای میکنن؟ خیلی بیاین برادرو سوز هجامه میگرفتن. خیلی برادرها خوش حس کردیم. خب در میاوی نه. یکم باره ترک کم ترک چیزی زنبور گزیدگی که انشالله سوز. خب بهترین خیلی برادر سابق شدیم انشالله. اینا برادر هم بانکش هم میتونیم شب برادر میگیره میره کار دیگه میتونه که بانکش رو تازه کنه بیاره و بگیره نقرونه پدرکش کردیم نه کمون در خدمت. خب برادر بین ان شاء الله که در خدمتیم. خدا نگهبان باشه. خب سلام علیکم. یکمین آدمی که قرآن گرفت اینا یکم بشناسینش اینا چی گفتن یکم؟ گفتن که بیان خیلی هجوم کنن ما آیدین هم ویدیو رو تماشا کنیم برام خیلی خسته سحر روز کردیم یکمین آدم یکم برای پاش مودن خدا برای کارتوبتیا بهترین بیان هجوم کنن مردم. خب کردم خب اون عقب بانکش هم میگیرم میرم. خدا نگهبان باشه. خب مالی برای تو را مالک خدا نگهبان. اینا برادر دیدیم شای شوازی بوب میبینی خاطی بچه شما دار بود هر چه جمع کردیم اینا برادر دو تا قرآن ان شاء الله که گیرت کرد چکر اکا خیلی براک شما کرد تقرآن بهترین هدیه اکایی چی گفتن یکا برای مردم؟ خداوند بیان این قانون امر درست تیا و تنشیه تیا بیان همینجا یک از آیاتهای قرآن پروردگار هدایت کنه شوی کامل وین بریم. آمین. من خیلی غیرت کردم بهترین تحفه دادم که انشالله یکمین درجه میسته. بله یه چیزی بانکای بچه تا میجوشت نه جواب اینه یا خیلی گرد میزد خیلی که ما شما را انتظار خدا من نگهبان باشه. خوش آمد یکا نه که بو میبگی به همه چیش بیایم بچه ها پنیاد نجد کمتر برده کرد انشالله ای بگونی میبلو میجه همه قویه میشوه دیوان میاد دیگه زل اجدن اوجه اینجا مردم اصلا میبیل انشالله همه خونشتک میشه بیایم برادرم ما شما را انتظار نه حضرت خویان خونده سه نجده جنشی نجده بوده جبسته الله نگهبان فرماشه برادرها. Hold on.